یکم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین در جلسه سازمان همکاری شانگهای اشتراک و سخنرانی نمودند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان به رهبر کشور میزبان چین محترم سی جین پینگ برای در سطح بلند تشکیل نمودن همایش و مهمان نوازی صمیمی اظهار سپاس نمودند. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان نقش سازمان همکاری شانگهای را در رشد همکاری کشورهای اعضا نظررس ارزیابی کرده گسترش میبعده مکالمه سیاسی با اعتماد را در راه رسیدن به هدفهای سازنده ضرور شمردند. ما رشد همکاری در سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصاد از جمله نقلیات و ترانزیت، انرژتیک، صنعت، کشاورزی، اینواسیون و رقمی سازی را مهم می‌شماریم. ابراز داشتند پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان. سرور دولت ما درباره تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد انفراساختار نقلیاتی و از خودکنی اقتدار گیدر انرژتیکی کشور اندیشه‌رانی نمودند. امکانات‌های تاجیکستان برای جلب سرمایه بر رشد صنعت، تأسیس کارخانه‌های معاصر، کارکرد ذخیره‌های کندنی‌های فایده‌ناک و بخش اگروصنعتی معرفی کرده شد. رهبر دولت با در نظر داشت امکانات‌های محیط طبیعی تاجیکستان اشتراکداران همایش را به همکاری گسترده در ساحه سیاحی بخصوص سیاحی اکولوژی، کوهنوردی و طبابتی دعوت نمودند. ضمن تحلیل وضع تامین امنیت منطقوی همکاری کشورهای اعضای سازمان در مبارزه مشترک با تروریسم، اکستریمیسم، سپاراتیسم و رادیکالیسم در همه ظهورات آن، اینچنین با تهدیدهای کیبری، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر نمودهای فعالیت جنایتکاری فراملی ضرور شمرده شد. تاکید گردید که سازشنامه‌ها اید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای و مرکز یونیورسالی مبارزه با خطرها و تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای که امروز به امضا رسید، دورنمای نو را برای همکاری دولت‌ها در سمت‌های ذکر شده باز می نماید. پیشوای ملت از رهبران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در رابطه با دستگیری از قرار شورای سران دولت‌های اعضا جهت تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان در دوشنبه اظهار سپاس نمودند. گفته شد که با مقصد گسترش همکاری بسیار جانبه در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن با تشبث تاجیکستان و دستگیری سازمان ملل متحد روند دوشنبه اید به مبارزه با تروریسم فعالانه پیش برده می شود. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان بار دیگر موقع استوار و تغییرناپذیر تاجیکستان را در سمت حل وضع مرکب در شرق نزدیک و دیگر کشورهای جنگ زده تاکید نمودند. سرور دولت ما اظهار داشتند که مذاکرات و مکالمه راه یگانه حل همه بحران‌ها و نزاع‌ها می‌باشند. در بخش فرهنگ تقویت همکاری فرهنگی و بشردوستانه با لایحه‌های نو تعلیمی و اجتماعی امر مهم دانسته شد. در این ضمن از شریکان دعوت کرده شد که در فورم جوانان کشورهای سازمان همکاری شانگهای که سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌گردد اشتراک نمایند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان از تشبث‌های جهانی کشور ما از جمله در سمت حل مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و حفظ پریخ‌ها یادآور شده. تاکید نمودند که تاجیکستان زیاده از 20 سال است که مسائل جهانی مربوط به ذخیره‌های آبی، اقلیم و رشد استوار را پیش میبرد. از جمله میدان‌های بین‌المللی روند آب دوشنبه و روند دوشنبه اید به حفظ پریخ‌ها را رشد می‌دهد. پیشبرد تشبث تاجیکستان اید به قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده ادامه تدبیرهای بشردوستانه کشور ما نامیده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضرورت همیاری زیچ کشورهای عائله سازمان همکاری شانگهای، سازمان ملل متحد، تشکیلات‌های شریک منطقوی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را تاکید نمودند. از همراه شدن جمهوری خلقی دموکراتی لائوس به صفت 15مین شریک مکالمه سازمان استقبال کرده شد. در انجام جلسه 15 سند نو همکاری از جمله سازشنامه اید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه به امضا رسید.